بخوان که دوباره بخواند این قبیله قربانی گل سرود شکستن رو. اونو در انگلیس خوندیم، پرنده وطن پرنده پر در خون. زمانی بودش که من و ایرج و خدا بیامرز بابک بعد از انقلاب از ایران اومدیم بیرون تو برموس شهر جنوبی لندن انگلیس. وطن پرنده پر در خون، صدایم کن، مرگ شب، مار در محراب. بعد آمدیم لس آنجلس با دوستان اینجا که شروع کردیم فعالیت. نامه‌ای به وطن، گردید وطن غرقه اندوه و مهن، وای وطن وای وطن، خیزید روید از پی تابوت و کفن، وای وطن وای وطن، ای غرق در هزار غم بی‌دوا وطن، قربانیان تو همه گلگون قبا وطن، بی کس وطن، غریب وطن، بی نوا وطن. مادر ببین عروس وطن بی جهاز شد، آخر ببین دست اجانب دراز شد، هر شقت نصیب پلنگ و گراز شد. یه همچین مضمونی داشت. بله این پلنگ تازه اومده بود، ما هم سنمون دوران تینیجریمون بود، همینطور اینا رو تو ماشین گوش میکردیم و برامون جالب بودش که از داریوش یه آلبوم به بازار عرضه شده در خارج از کشور. هیچ وقت یادم نمیاد. ای غرق در هزار غم بی‌دوا وطن، ای طعمه گرگ اجل مبتلا وطن، قربانیان تو همه گلگون قبا وطن، عزیز وطن، غریب وطن، بی‌نوا وطن. همیشه تو برنامه‌های شما یه جوری دیدم شنیدم که به یک نوع بسیار دوستانه و عاشقانه‌ای با این کار برخورد کردی که 30 سال یک عمره از سالن‌های 200 نفری آغاز شد که با هم همراه بودیم، در هم سفر بودیم. 30 سال خیلی عاشقانه باهاش برخورد کردی که خیلیا زود میگذرن ازش، بی توجه بی اهمیت میگذرن ازش. یک قومی کوچ میکنه میاد پناهنده میشه، نه حالا پناهنده ای که اسمش، ولی در هر صورت پناهنده میشه. این آسیب پناهندگی جز آسیب های اجتماعی خودش، این تغییر فرهنگ، پذیرای یک فرهنگ دیگه شدن، یک سختی بزرگیه که من همیشه کماکان الانم به هموطنان عزیزم میگم، موقعی که در رابطه با خارج شدن از اون مملکت میخوام بشن، میگم عزیزم با برنامه خارج بشین، بدون برنامه خارج بشین پشیمون میشین، چون این راه ما رو اومدیم. در تب و تاب رفتنم به فکر راهی شدنم، تو ای همیشه هم سفر مرا شناختی، تو اگر مرا پس از من بنویس، به هر کس از من بنویس، ای تو هوای هر نفس از من بنویس، مرا به دنیا بنویس، همیشه تنها بنویس، به آب و خاک آتش و باد برای فردا بنویس، تو جان من باش و بگو، به یاد من باش و بگو، میلاد من باش و بگو، جانان من باش و بگو. آها خب این درست بود یا نبود؟ کلمه نزدی؟ نه نزدیکه، نزدیکه.
یه بار دیگه امتحان کنیم من مطمئنم میشه. حاضر یه بار دیگه هم امتحان میکنیم با هم دیگه. نه اونجوری که اونجوری نمیشه که پاد برسه خوب نیست. بیا حالا برو اینجا، بیا اینجا، برو خیلی خوب. حاضر برو بزن 1 2 3 زدی ها؟ زدی یا نزدی؟ راست بگو زدی؟ خیلی خوب باشه. تا میلاد داره شنا میکنه این قسمت اول رو با هم دیگه دیدیم. این ادامه برنامه رو میذاریم برای قسمت بعدی و برنامه بعدی. مرسی از اینکه توجه کردید برنامه ما رو. تا برنامه بعدی یا وقت دیگر برنامه دیگر، خدا نگهدار. هجرت مرا توشه ای از غزل ببخش، راه زیارت مرا تو جان من باشو بگو، جانان من باشو بگو، به یاد من باشو بگو، میلاد من